عزیز خوش آمدید به یک آموزش دیگر با لوید ماشین. خدا کنه خوشتون بیایه با آموزشی که برایتان میمانه و خدا کنه راضی بوده باشین و از خواهش از چینل ما را الماس ادید را فالو کنید و حمایت کنید. خب بریم به طرف آموزش. با لوید ماشین رو باز میکنیم. یک 9/16 انتخاب میکنیم. کیفیت ویدیوتون رو به دل خودتان انتخاب کنید. خب حالا من 720 کیفیت انتخاب میکنم. باز اینجا در نامتان بزنین. خوبه صبر که من در نام خدا بزنم در اینجا. میریم باز کنیم پروژه را. در قدم اول ما باید عکس خدا وارد کنیم. میریم عکس خدا وارد کنیم. نمی عکس که داخل ویدیو به شما آموزش داد بود و می 3 نقطه میزنیم تا ما مسافر بگیرن. بعد از که گرفت ما باید این ویدیو ما تا 2 ثانیه است. خب ببینین میام طرف این دمیک اولش یک رفرد اشاره میندازنیم به اولش، بعد تو بدن یک گرافیکس دیگه هم در اینجا میمونیم. اما اولی که ماندیم یک بزرگ میکنیم بروی 2300 کافی است. میایم به می آخر تو به اینجا به وسط از یک چیز انتخاب میکنیم. نمی دوستا نمی ببینید خود اشتیار است. نمی بزنین. این ویدیو ما رو کمی با سرعت تر به پایین میندازنه. این رو یه ذره بزرگترش کنیم. همین رقم دوستای ناز میم با آخر هم یک عمود چیزای میندازنیم. کلان میکنیم. ببخشین کم اشتباه شد. اینا رو پاکش کنم. این رو پس داریم میبریم. کار نداریم به این یک رفشته اینجا بیم آخریش هم میم پیش میاریم. میریم دو وسطش یک چیز اضافه میکنیم. با این رقم اضافه میکنیم دوستا. ببینیم حالا ویدیو خدا این رقم درست شد. بعضی دوستا خواهش کردن گفتن که ما ویدیو درست میکنیم، ما که درست کردیم چرا دیگه نمیایم. دوستا خب یک دفعه بیرون شوین از طریق از یک کلش بیرون شوین. پس داره برین داخل پروژه تان گرفتین. پس داره درست شد پروژه تان. حالا میریم یک چیز انتخاب کنیم ده پروژه خود. میریم یک تلس انتخاب میکنیم. داخل بولر میریم. داخل می زوم پلر رفتیم. ایره دمو سر اولش یک رفش انتخاب میکنیم. باز تو خونه 4 ثانیه ما اولش که هست یک زوم میکنیم. ایره سر اولش یک رفش با آخرش هم این رقم دوستا این 0 میکنیم. این رقم پس داره این رقم میاد دوستان. بازیرم بریم دو آخرم. ببخشین میریم دو آخرم یک عمود میمونیم. یک رفش در اینجا یک رفش هم در اینجا. با یک زوم میکنیم.
از بریم یک تلس ده خاطر ده پروژه ما بونیم که آخه انمی تلس بعضی اینا ده اینجا هستن، بعضی اینا امی خطا که روشنش میکن دیگه کار به این نداریم. حالا میریم سری شور خوردن ویدیو برین دوستان. شور خوردن ویدیو میریم توی دیستیشن وارد. ببخشین دیگه نه. بریم مای ترانسفور کرفتیم تو امی اوسلنت من وارد میشیم. ایره میاریم بی 200 از خو، ایره میاریم به می 15-16 میاریم دوستان. ایره دا 15-16 میاریم. باشه بیایید تا 15-16. این تو 20 تا 19 انتخاب کردم. حالا میبینیم ویدیو ما یک ذره شورشورک میخوره. صبر امی زومشون 200 اومده، ببخشین دوستا. باز صبر کنیم آخرش اضافه کنیم. مال درست شد. حالا ویدیو میبینی یک ذره شورشورک میخوره دوستان. یه از اینجا بیرون شدیم. بعد میریم امو آهنگش انتخاب میکنیم دوستان. بعضی اینا آهنگ ندارن، خود فیلمن، میخوان صدای اینا بگذارن. بعضی اینا ما میگن چی رقم. خیلی ما دوستا درخواست کرده بودن، گفتن که ما چی رقم امو ویدیو را آهنگ باش بانیم ده اینجا. مشکل نداره. خب یک چه انتخاب کنین، ایره خب رو صفحه بیاریم. بعد رنگش سفید کنین دوستان. رنگش که سفید کردین، بعد میرین امو سازش انتخاب میکنین. من ده اینجا میرین امو سازش انتخاب کنین. سازش بریم انتخاب کنیم دوستان. این سازش می هست از ما. خون می سازش هست. سازش که بود پس داره میم رو زنگ سفیدش. رو زنگ با میام امیر تا 50 میاریم. امیر اصلا 0 کنین دوستان. امیر 0 کردین. بعد ایره برین داول بیارین. داول خوب بردین. ببینین یا ما امو سازش نمو صدای که چک چک میکنه دوستا. خب ما میخوایم رو ببینیم کجا چک. یکی ده اینجاست، یک علامت گذاری کنین. یکم ده اینجاست، یکم ده اینجاست دوستان. خب او باز خود شما تیار میکنین چی رقم ما خاطر چی علامت گذاری. پس داریم میریم داخل خود چیز میریم امیر انتخاب کنین دوستا. امیر که انتخاب کردین اینا را 0 کنین. خب یکی دومیش هم آخر کنین، یکی سومیش هم آخر کنین. امیر رنگش آبی کنین دوستا. ایرم تا آخر بیارین دوستا. انیالیت کنیم. اما خوبش با شفافتر نشون میده دوست. حالا می جایی که علامت گذاری کردیم یک نقطه میمونیم، با یک دیگه دمو اولش میمونیم. باز اموی که نقطه موندیم این میاریم یه ذره خیلی خونه. مقدار کافی است. مقدار کافی است دوستا. میام ده اینجا با 0 میکنیم. ببین
دوستان یکی دومیش همی تو که میاریم دیگه کافیست. یکی دیگه هم به این بغلش میمونیم دوستان. این صفرش میکنیم ببینین. ببینین دیدین دوستان، یکی ده اینجا، یکی دمو وسط، یکی دیگه هم دمی کم او برترش. خب اما یکی وسطشه یه ذره ایتا میکنیم با این یکم، با این رقم ایتا میکنیم، با یکی دیگه هم دمی پلوش، با یکی دیگه هم با وسطش. سه شد دوستان. کو ببینیم چی رقم شد دوستان. انمی رقم شد. خب بریم به طرف خطایش دوستان. دیدین امو جایی که چک چک میکنه امی فلش که بعد میریم طرف خطش. خب میریم اینجا یک نمیر انتخاب کنین. انمی نمیر انتخاب کنین دوستان. این را در رنگ سفیدش کنیم. بازم این را یک کمی ایتو کنیم با خوب بالا ببرین دوستان. این را یک ذره کلان کنین، یک کمی خوردش کنین دوستان. این رقم شد. باز متن خودبانیم داخلش. یه میجه خب فونت انتخاب میکنیم. رنگش هم ما خود سیاه میمونم، نه رنگش سفید میبرم من. بعد میارم دمو داخل زو اموی که امون مایدیم جای مسیچه این میارم ده اینجا. خون این رو تا 50 میاریم، تا 30 تا 40 هم باشش مشکل نیست. خب ما تا 44 موندیم. میریم طرف متن خود. متن خود میاریم یک ذره کلانتر میکنیم میام ده اینجا. اولو میریم به طرف ایموجی. یک دو تا ایموجی هم میمونیم دوستان. ایموجی را خب رنگ اصلیش کنیم ده اینجا بین. بعد اینجا بین میریم فونت ایموجی را انتخاب کنیم. اینجا ایموجی را هم ده اینجا میمونیم دوستان. بعد امی عکس ما را خود متنا ده یک جا میکنیم، یک گروپ درست میکنیم. گروپ ما درست شد. دیدین؟ گروپ هم درست شد. باز اگه می رقم باز من یک قسمتش درست کردم. خود دوستا باز خیر کدوم میتونه خطای دیگهش هم نوشته میکردین. روی گروپ میزنین، کپی کنین گروپ. ده اینجا بزنین گروپ. کپی شد. این گروپ میاریم ده اینجا، ده بغل ازور میاریم. نموته کده میبرین دوستا. باز هر چی جایی که رفته بید. این بود آموزش ما دوستا. خدا کنه روی راضی بوده باشین. لایک و فالو و چینل ما رو دنبال کنین تا بهترین آموزش ها رو برای شما تقدیم کنیم دوستا. این بود آموزش ما. الله خدا نگهدار.